ساختن больница برای کسان‌های کرونا در 43 هکتار جو بچه‌های تاجیک اومدگی عمل کار کردند. اینجا بیش از 500 مهاجر تاجیک به کار جلب شده است. 24 ساعت کار میکنند تا زودتر ساختمان انجام یابد. در ساختمان بیمارخانه 2000 کارگر جلب شده است. شهرداری مسکو میگوید بیمارخانه بیرون از محل اهالی نشین است. بیمارخانه برای تبابت 500 گرفتاری کرونا ویروس پیش بینی شده است. سرگئی سابیانین شهرداری مسکو روز 10 مارس از آغاز این ساختمانی بیمارخانه ویژه خبر داد. مهاجران تاجیک میگویند کار خیلی جدی است و بدون روزی استراحت کار میکنند. در روسیه تا حال نزدیک 500 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده است و 1 نفر از این بیماری درگذشت. کشورهای دنیا به خاطر جلوگیری از کرونا ویروس تدبیرهای گوناگون میاندیشند. ساختمان چنین بیمارخانه برای روسیه نیز یکی از این تدبیرها دانسته می شود. تا حال در دنیا از این ویروس بیش از 13000 نفر هلاک شده است.